سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان خوبم در چنل مستر کود. به چنل من خوش اومدید. تو این ویدیو با هم دیگه میخوایم ببینیم برنامه نویسی چیه و ما چجوری باید یک برنامه نویس بشیم. اول از همه تعریف برنامه نویسی رو من خدمتتون بگم. برنامه نویسی به فرایند نوشتن و توسعه یک برنامه کامپیوتریه که میتونه به صورت وب، ویندوز و اندروید یا اپلیکیشن در دست کاربر قرار بگیره. اولین چیزی که باید بگم اینه که همه ما یه زمانی از صفر شروع کردیم و خب اگر توی این مسیر هستید هیچ نیازی به نگرانی نیسته، چون همه از اول هیچی بلد نبودن. زبان کامپیوتر زبانی که باید بری دنبالش، یادش بگیری و باهاش کار بکنی. این ویدیو برای اونایی که دارن شروع میکنن و همونطور که میدونید اولین قدم برای برنامه نویسی وب آشنایی با HTML و CSS و جاوا اسکریپت. توی این ویدیو میخوایم مسیر یادگیری برنامه نویسی وب رو با هم دیگه مرور بکنیم. خب اولین چیزی که شما باید برای یادگیری برنامه نویسی وب آغاز بکنید یادگیری HTML برای ساختاردهی محتوا، CSS برای طراحی و ظاهر و جاوا اسکریپت برای تعامل با کاربره. خب HTML چیه؟ HTML یک زبان نشانه گذاریه که باهاش ما میایم به اصطلاح المنت های روی صفحه وب خودمون رو ایجاد میکنیم و به اونها یک شکل ظاهری اولیه میدیم. با CSS میایم اون رو طراحیشو زیباتر میکنیم به چشم کاربر و کاری میکنیم کاربر از این طراحی خوشش بیاد و باهاش ارتباط برقرار بکنه. و با جاوا اسکریپت که یک زبان برنامه‌نویسی کامل و محبوب در سرتاسر دنیاست، با این زبان ما میایم تعامل میکنیم با کاربرمون. یک سری انیمیشن طراحی میکنیم، تم روز و شب رو باهاش طراحی میکنیم و بینشون سویچ میکنیم و از این دست حالا کارهایی که میشه با جاوا اسکریپت انجام داد. حالا اگر ما اینا رو یاد گرفتیم و خواستیم سطح برنامه نویسی خودمون رو پیشرفته تر بکنیم، باید بیایم سراغ فریمورک های وب. فریمورک های وب چیا هستن؟ فریمورک های مثل انگولار، مثل ریاکت جی اس، مثل وو جی اس کمک میکنن تا کار با جاوا اسکریپت برای توسعه برنامه های پیچیده تر و سازماندهی بهتر بشه. یعنی همونطور که مشاهده میکنید الان یک پروژه ریاکتی هستش و وقتی که این پروژه اجرا میشه سرعتش به مراتب از یک وبسایتی که با HTML و CSS و جاوا اسکریپت خام نوشته شده به مراتب بالاتره و این پیچیدگی و این سازماندهی که این برنامه ها دارن اینجا خیلی نسبت به HTML خام و جاوا اسکریپت خام بهتره و روی سرعت و امنیت وب اپلیکیشن ما خیلی تاثیر داره. دومین چیزی که شما باید حواستون بهش باشه و این رو مداوم پیگیرش باشید مطالعه و آموزش مفاهیم پایگاه داده است. ما توی برنامه نویسی دو تا سبک جدا داریم، یکی فرانت اند، یکی بک اند. فرانت اند یعنی طراحی ظاهری، یعنی هر چیزی که کاربر اون رو میبینه و باهاش ارتباط برقرار میکنه، و بک اند میشه چیزی که اصلا هیچ ربطی به کاربر نداره و در پشت صحنه سایت انجام میشه. یه مثال بخوام واسهتون بزنم، یک فرم ورود ثبت نام رو در نظر بگیرید. طراحی ظاهری اون حالا اینپوت ها، اون فرم ها و اون چیزی که کاربر میبینه توسط برنامه نویس وب انجام میشه، توسط برنامه نویس فرانت انجام میشه. عذرخواهی میکنم. برنامه نویس فرانت میاد اینها رو جایگذاری میکنه و به نوعی سازماندهی میکنه و حالا خوشکلاسی اونش رو انجام میده. به صورت حالا عامیانه بخوام خدمتتون عرض بکنم و برنامه‌نویس بک‌اند میاد این کار رو انجام میده که به طور مثال شما شماره تلفنت رو وارد کردی داخل این فرم، دکمه رو زدی واسه کد تایید پیامک بشه. کد تایید اگر اشتباه بود اجازه نده شما وارد اون وب اپلیکیشن بشید. اگر کد تایید درست بود شما رو اجازه بده برید و اگر درست بود برای شما یک پروفایل ایجاد بکنه. و از این دست مطالبی که ما داریم همه اینها کار برنامه‌نویس بک‌انده. و خب کسی که بخواد برنامه‌نویس فرانت بشه و کار فرانت رو یاد بگیره باید سراغ اون فریمورک هایی که اول گفتم بره و کسی که میخواد کار بک‌اند انجام بده باید با پایگاه های داده آشنا بشه و باید با اونها کار بکنه، مثل SQL، مثل مونگو دی بی و پایگاه داده هایی مثل نو SQL مفیدن و باید بره دنبالشون و اونها رو یاد بگیره.
مورد بعدی که باید خیلی بهش اهمیت بدید تجربه عملیه. شما هر چقدر هم یک زبان برنامه‌نویسی روش تسلط داشته باشید اما روش پروژه عملی نزده باشید نمیتونید از اون زبان توی پروژه بزرگ استفاده بکنید. به طور مثال من میرم داخل یک ویدیوی آموزشی شروع میکنم یاد گرفتن مثلا ریاکت جی اس. خب من الان اومدم یاد گرفتم که این کامپوننت باید به این شکل انجام بشه و به این شکل پیاده سازی بشه. خب حالا میخوام برم یک پروژه بزرگ رو بگیرم و انجام بدم و وقتی که پروژه رو میگیرید میمونید چیکار بکنید، میبینید که این از کجا باید شروع بکنم، به کجا برسم، اینجا باید چیو بزنم، کدوم صفحه باید کجا باشه و از این دسته که واقعا ذهن شما رو درگیر میکنه و شما نمیدونید که باید چیکار بکنید و همه اینها برمیگرده به تجربه عملی. شما یک زبان برنامه‌نویسی رو ابتدا باید یاد بگیرید، بعد از یاد گرفتن باید مینی پروژه‌های کوچیک برای خودتون بزنید، یه صفحه لاگین طراحی بکنید، یک صفحه لندینگ طراحی بکنید، از این دست پروژه برای خودتون انجام بدید تا براتون جا بیفته اون زبان و بدونید که دستتون بیاد که چی رو باید کجا بزنید و کجا بذارید، کدوم کتابخونه رو باید کی نصب بکنید. همون اول نه برداریم 20 تا کتابخونه رو اد بزنید داخل ریاکت جی اس و خب هم پروژهتون سنگین بشه هم ازش استفاده نکنید و بیهوده باشه. یاد بگیرید که کدوم کتابخونه کجا استفاده میشه و این تجربه عملی خیلی به شما کمک میکنه. مورد آخری که میخوام بهتون بگم مطالعه مداومه. شما توی صنعت حالا برنامه نویسی، کامپیوتر و کلا چیزی که در حال بروز رسانی هست مداوم، شما همین ویندوز رو اگر در نظر بگیرید هر سال داره آپدیت میشه، از ویندوز ایکس پی شروع شد، الان ویندوز 11 و 12 هم داره میاد و این مداوم داره میره جلو و حرکت میکنه و شما هم باید همزمان با علم تکنولوژی و علم برنامه‌نویسی برید جلو. اگر امروز مثلا اومدید بوت استرپ 4 رو یاد گرفتید و دیدید که بوت استرپ 5 اومد، برید دانش خودتون رو ارتقا بدید به بوت استرپ 5 و اون رو یاد بگیرید. چرا؟ چون یه سری چیزها تغییر میکنن که خیلی به شما کمک میکنن. اگر بوت استرپ 5 رو یاد گرفتید برید تیلوین CSS رو یاد بگیرید که باز به نسبت از بوت استرپ خیلی آسان‌تره و بهتره برای تعامل و طراحی ها. سطح دانش خودتون رو به طور کلی اگر بخوام بگم باید ارتقا بدید و اینجوری نباشه که شما اگر یک چیزی یاد گرفتید دیگه سمتش نرید و کلا اون رو بذارید کنار. شما باید همگام با اون صنعت و اون تکنولوژی که در حال بروز رسانی هستش دانش خودتون رو ارتقا بدید. و متشکرم از اینکه تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. اگر سوال، پیشنهاد یا انتقادی دارید حتما توی کامنت با ما در میون بذارید. ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. مرسی.